اویمیاکن روستایی در سیبریای روسیه لقب سردترین نقطه مسکونی جهان را به خود اختصاص داده است. در این روستا دمای کمتر از -71.2 درجه سانتیگراد هم ثبت شده است. این شهر در سال 1920 به عنوان یک ایستگاه گله‌داری گوزن شمالی تأسیس شد. در دهه 1930 به دلیل کشف طلا در این منطقه جمعیت آن به سرعت افزایش یافت. اویمیاکن در سال 1933 سردترین دمای ثبت شده در نیمکره شمالی را تجربه کرد. در این شهر جشنواره سالانه شامل مسابقات مجسمه سازی یخی، سگ‌کشی و ماراتون برگزار می شود. گله‌داری گوزن شمالی در اویمیاکن یک فرهنگ دیرینه است. گله‌های گوزن شمالی منظره دلانگیزی را در این منطقه خلق کرده است. مردم اویمیاکن به دلیل توانایی خود در تحمل سرمای شدید شناخته شدند. آنها از لباسهای ضخیم خزدار برای گرم ماندن استفاده می‌کنند و خانه‌هایشان به طوری عایق بندی شده است تا از گرمای بدن و اجاق‌ها استفاده شود. مردم شهر به روش‌های سنتی مانند ماهیگیری، شکار و گله‌داری گوزن شمالی زندگی می‌کنند. در این شهر مدارس در دمای پایین‌تر از -52 درجه سانتیگراد تعطیل می‌شود. ورخیانسک روسیه. ورخیانسک شهری در جمهوری یاقوتستان روسیه به عنوان دومین سردترین نقاط مسکونی جهان شناخته می شود. این شهر رقیب سرسخت اویمیاکن برای کسب عنوان سردترین نقطه جهان است و هر دوی این شهرها در زمستان سردی‌های طولانی را تجربه می کنند. سردی ورخیانسک تا -71 درجه سانتیگراد ثبت شده است. این شهر در سال 1638 به عنوان یک پایگاه زمستانی برای شکارچیان و ماهیگیران تأسیس شد. در قرن 19 ورخیانسک به یک مرکز مهم تجارت پوست تبدیل شد و در سال 1894 این شهر سردترین دمای ثبت شده در تاریخ اروپا را تجربه کرد. برج یاقوت در این محل قرار دارد و این برج به افتخار صنعت استخراج یاقوت در این منطقه ساخته شده است. سالانه در این شهر نیز جشنواره یخبندان برگزار می شود. این جشنواره شامل مسابقات مجسمه سازی یخی، اسکی روی برف و سورتم سواری با سگ می شود. مردم ورخیانسک به دلیل انعطاف پذیری خود در برابر شرایط سخت آب و هوایی شناخته شدند. آنها از لباسهای گرم و خانه‌های عایق بندی شده برای مقابله با سرما استفاده می کنند. مردم این شهر نیز به روش‌های سنتی مانند ماهیگیری، شکار و گله‌داری گوزن شمالی زندگی می‌کنند. و نقطه دیگر این که در این شهر در زمستان خورشید به مدت چند هفته طلوع نمی‌کند. یاکوتسک روسیه. این شهر در زمستان‌ها با دمای بسیار پایین گاهی تا -71 درجه سانتیگراد روبروست. با این حال زندگی در این شهر با چالش‌های زیادی همراه است. مردم یاکوتسک برای مقابله با سرمای شدید از لباس‌های گرم مخصوص، خانه‌های عایق بندی شده و روش‌های گرمایش سنتی استفاده می‌کنند. این شهر در سال 1632 به عنوان یک پایگاه زمستانی برای قزاق‌ها تأسیس شد. در قرن 19 یاکوتسک به یک مرکز مهم تجارت پوست و طلا مبدل گردید. این شهر در سال 1891 سردترین دمای ثبت شده در یک شهر بزرگ را تجربه کرد. موزه ماموت‌ها در این شهر قرار دارد و این موزه دارای بقایای ماموت‌ها و سایر حیوانات دوران یخبندان است. میدان لنین مرکز شهر یاکوتسک است و میزبان رویدادهای و جشنواره‌های مختلف میباشد. مردم یاکوتسک به دلیل مهمان نوازی و فرهنگ غنی خود شناخته میشوند. داوسون سیتی، کانادا. داوسون سیتی شهر کوچک در قلمرو یوکان کانادا به دلیل تب طلای کلندیک در اواخر قرن 19 به شهرت جهانی رسید. این شهر که در آن زمان به دلیل کشف طلا به سرعت رشد کرد، امروز به عنوان یک موزه زنده از آن دوران طلایی شناخته می شود. این شهر در سال 1896 به عنوان یک اردوگاه استخراج طلا تأسیس شد. در اوج رونق طلای لندیک، داوسون سیتی به یک شهر پرجمعیت و پرجنب و جوش تبدیل شد. این شهر به دلیل معماری و تاریخ غنی خود به عنوان یک میراث جهانی یونسکو شناخته می شود. موزه کلندیک در این شهر قرار دارد و این موزه تاریخ استخراج طلا در کلندیک را به نمایش می‌گذارد. مردم داوسون سیتی به دلیل روحیه شاد و مهمان نوازی خود شناخته شدند. بسیاری از مردم شهر در صنعت گردشگری مشغول به کار هستند. در این شهر نیز در زمستان خورشید به مدت چند هفته طلوع نمی‌کند. در شهر داوسون سیتی یک جشنواره سالانه به نام داوسون سیتی میشن در ماه فوریه برگزار می شود که شامل مسابقات سورتم سواری با سگ، نمایش‌های آتشبازی و مسابقات حفر تونل است. فورت مکمور، کانادا. فورت مکمور شهر در استان البرتای کانادا است که به دلیل منابع عظیم نفت شیمیش مشهور است. این شهر یکی از بزرگترین مراکز تولید نفت در جهان است و نقش مهمی در اقتصاد کانادا ایفا می کند. این شهر در سال 1870 به عنوان یک پایگاه تجاری برای شرکت هادسون تأسیس شد. در دهه 1920 فورت مکمور به دلیل کشف نفت در این منطقه به سرعت رشد کرد.
این شهر در حال حاضر به عنوان مرکز صنعت نفت و گاز آلبرتا شناخته می شود. مردم فورت مکمور به دلیل تنوع و روحیه کارآفرینی خود شناخته شدند. بسیاری از مردم این شهر در صنعت نفت و گاز مشغول به کار هستند. هزینه زندگی در این شهر به دلیل اقتصاد قوی آن بالا است. همچنان در این شهر هم در زمستان خورشید به مدت چند هفته طلوع نمی کند. در این شهر یک جشنواره سالانه به نام نوردن لایت فستیوال در ماه فوریه برگزار می شود که شامل نمایش‌های آتشبازی، مسابقه مجسمه سازی یخی و سورتم سواری با سگ می شود.